یو یو یو، حالتون چطوره بچه‌ها؟ خیلی عجیبه. پایه‌هاشو در آوردم، گفتم اینطوری بگیرم ببینم چه جوری میشه. جالب میشه، انگار که مثلا خیلی حرفه‌ای‌تر. خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. امروز راجع به ویدیویی که ترک و موزیک ویدیویی که به شدت این روزا همه دارن گوشش میدن میخوایم صحبت کنیم. دورچی و یکی از آرتیستای خفن نسل 4 که قبلا هم فکر کنم اگر یادتون باشه روی پلیلیست هایی که معرفی میکردم چه این کانال چه کانال ASMR دیده بودیم. امروز میخوایم ببینیم که چرا این ترک انقدر ترکیده و چرا انقدر مردم دوست داشتن و این دوست داشتنه باعث شد که چه اتفاقایی برای خود آرتیست بیفته. مرسی که دارین ویدیو رو تماشا میکنیم. اگر دوست داشتین برای اینکه از این سبک ویدیو بیشتر بسازیم حتما ویدیو رو لایک کنید، یه کامنت هم بذارید و نظرتون و خودتون راجع به این آهنگ به من بگین. اول از همه صحبتی که کردیم بابت این بود که این ترک چرا انقدر معروف شده. میخوام چند تا نکته بهتون بگم که ببینید از زوایای مختلف به چه صورته. یه لحظه همونجا براتون نوشتم. همونجا که میدونیم اکثر ترک ها دو تا بخوایم تقسیم کنیم به صورت خیلی کلی دو بخش دارن. یه بخشی که مثلا ما میگیم زیرزمین، یه بخشی میگیم که مثلا آندرگراند و مثلا اونایی که خیلی دیگه مثلا معروفن و اینا میشن. خودتون میدونید چه افرادی حالا توی این دستن چه افرادی توی اون یکی دسته. موردی که قرار میگیره این سبک آهنگایی هستن که همه پسندترن، یعنی مفهومی نیستن، ریتم دارن و تو قرار نیستش ازش چیزی یاد بگیری. امکان داره خیلی‌ها با این قضیه کاملا موافق باشن و خیلی‌ها با این قضیه کاملا مشکل داشته باشن که چرا باید آهنگ بده یه چیزی بیاموزه، نمیدونم یه چیزی یاد بگیری ازش و اینجور چیزایی که نمیدونم دیدین دیگه. حالا یکی از دلایلی که این ترک معروف شد میخوام بهتون بگم کچی بودنشه. کچی بودن یعنی چی؟ یعنی که این ترک وقتی که گوش میدی، خب کلماتی که استفاده میشه، اون جمله هایی که استفاده میشه رو تو میتونی یه جای دیگه تو ذهن خودت مرور کنی. آهنگایی که مثلا یه جملهشون کچی میشن وایرال میشن. چرا؟ چون اون ترک برای اون فرد جذابه و رو ضمیر ناخودآگاهش تاثیر گذاشته. خب بگردی خیلی ترک های دیگه هستش که این قابلیت براش پیش اومده و خیلی ها مثلا با این ترک ها ارتباط گرفتن. اگه دقت کنید ترک های ساسی مانکن هم اینطوریه. دکتر نمیدونم ترک های قدیمی از افراد معروف اینطوریه. یه دونه ترک هم جدید اومدم واقعا اصلا گوش ندادم، این سبک رو دوست ندارم، ولی زیر سن قانونی هم دافی، هم خانومی هم دافی، زیر سن قانونی هم دافی. آره تو این مایابه مثلا اینجور ترکام این جملاتی که استفاده میشه خیلی کچیه. این باعث میشه که اون ترک بترکه و بتونه برای مخاطب جذاب باشه. پس اولین نکته که خیلی مهمه کچی بودنش که دورچی اینو خیلی خوب رعایت کرد. حالا فرمولی که دورچی توی این آهنگ به کار برد یه فرمول خیلی ثابتی بود، به طوری که مثلا انگار یه چیزی هستش، خب تو میری میگی فلان فلان فلان، دوباره از این استفاده میکنی از این کلمه، دوباره فلان فلان از این استفاده میکنی. یه جا برای اینکه مثلا مخاطب دوباره ذهنش تکراری نشه براش که دوباره بیا این کلمه رو بگی، آیدمو بگی، میای یک دوری میزنی یه چیزای دیگه میگی بعد دوباره میگی. یه فرمولیه که باعث شده که مثلا یکم خسته کننده نشه این آهنگ، ولی در حال فرمول به این صورت هستش که این باعث شده کچی کنه قضیه رو، چون تهش تو میدونی که راجع به چه موضوعی داره صحبت. این یک نحویه که حالا خیلی مثلا همه پسندتره، چون اگه دقت کنید حالا ترک های قبلی دورچی رو دنبال کرده باشین میدونین که اصلا دورچی توی این سبک مدلای دیگه هم داره ولی این سبکو کمتر داره و سعی کرده توی مدلای دیگه رفتار کنه و نوع دیگه حالا فلو بره و داستانش به یه صورت دیگه پیش بره. ولی خب این سبک قطعا پاپولارتر و محبوبتره بین مخاطبین. مورد دومی که به نظر من خیلی تاثیر داشتش توی این قضیه اینه که تو میتونی باش ارتباط بگیری. ارتباط یعنی چی؟ وقتی اونجا میگه که من فلان دهن لقه رو فهمیدی انجامش دادم و مورد عنایت حق قرار دادم، یا اصلا یه جای دیگه که چی میگفتش که
اون که به من داد بیس رو آیدم و اینجور داستانایی که میگه تو ارتباط میگیری بین اون همه آیدم ها، میبینی که یک جا خب بالاخره تو یکی از این چیزا تو هم میگی آره منم فلانو انجام دادم. ارتباط گرفتنه باعث میشه که تو جذب این آهنگ بشی. یکی از دلایلی که من همیشه میگم شایع با این که هنوز تکرار روند قبلیشو پیش برده و مثل قبل دیگه مثلا نوآوری نمیکنه، خلاقانه نیست و خودش رو سعی نکرده بروز کنه همینه، ولی با این حال که موفقه. دلیلش اینه که مخاطب خودش راحت میتونه جای شایع بذاره، میتونه راحت اون دغدغه و اون مشکلاتی که اون داره راجعش صحبت میکنه رو خودش حس کنه، چون انگار یکی از خودشه، انگار داره بغل دستش گوش میده، انگار مثلا رفیقش داره باهاش صحبت میکنه. یکی از عاملایی هم که باعث میشه که یه نفر راحت تر مثلا آهنگش به دل بشینه همین راحت بودن و احساس جایگزین اون خواننده رو داشتنه. ترشی خوب تونستش این کارو انجام بده. تو راحت میتونی بگی که آره منم فلان کس رو نگاه کن اونم دهن منو سرویس کرد پس منم اونو قایدم. جوهر مرد واقعا کاره. نکته بعدی که میخواستم بگم اینه که این سبک ترکایی هن که شما نیاز نداره که بشینی مفهومی بفهمی. یه سری ترکا لازمه که بشینی بفهمی داره چی میگه، یه چیزی یاد بگیری ازش. که یه زمانی من خیلی روی این قضیه خودم جبهه داشتم که آره باید همچین ترکی باشه، یعنی ترک باید به تو یه چیزی یاد بده. میگفتم فقط بهرام یاس هیچ کس نمیگم، اینجور کسایی که حالا زیرزمینی ترم هستن تا بعد. اما فهمیدم که گوش دادن و آهنگ خوندن فقط ملاک این نیستش. گاهی اوقات هر سبکی میتونه یه قابلیتی داشته باشه. تو قرار نیستش که فقط از موسیقی یه چیزی یاد بگیری. اگه میخوای بری یه چیزی یاد بگیری برو کتاب بخون یاد بگیر. برو کلی کارهای دیگه کن. توی 3 دقیقه شاید اون تجربه‌ای که میخوای مثلا یاد بگیری و نتونی متوجه بشی. شاید اصلا اون فرد اشتباه میکنه به خاطر اینکه حالا مثلا آدم معروفیه بخوای بپذیری حرفشو. خلاصه که این ترک جزء اون ترکایی نیستش که تو ازش یه چیزی یاد بگیری. بعد باش حال کنی. اینجور ترک ها رو اصولا شما اگه نگاه کنی توی خارج هم هستش، خیلی هم هستش. براتون مثال هم میزنم تا آخر باشید که بدونید تا کام روا شوید. یکیش دقیقا همین مسئله هستش که اینجور ترک ها بیشتر برای اینکه تو یه کاری انجام بدی، مثلا میگم سر کاری اگه شرایطشو داری، در این حال که داری کار میکنی این هم بذاری تو گوشت و گوشش بدی. یا نمیدونم مثلا دوست داری که ورزش کنی، باشگاه میری، اینو بغلش داشته باش. پوبون هم آهنگاش تو این سبک، خیلی از آرتیستای دیگه هم هستن که تو این سبک. این به معنی این نیستش که اون آرتیست سطح فهم پایین تری داره. اتفاقا این مورد باعث باهوش بودن اون آرتیست رو نشون میده. چرا؟ به خاطر اینکه اون آرتیست فهمیده که جامعه مخاطب این موضوع و این قضیه شاید بیشتر باشه براش و مخاطب بیشتری هم جذب بشه و به نفع خب آرتیست هم هست. یه چیز کاملا مشخص و ثابتیه. بچه‌ها سری فاز نگیرید که اینجا ایرانه چرا اینجا درست نمیشه، نمیدونم نگاه کنید یه نفر اومده رفته رو بالا پشت بون خونده فلان بساره بس ما نگاه کن سبک موسیقی هایمون چیه. الکی همه چی رو به هم دیگه ربط ندیم. میدونی چرا؟ الان من برات یه آهنگ میارم به نام تراویس اسکات، حالا من متنشو میذارم اگه یوتیوب اجازه بده، چون جملات درست نمیگه و میفهمین که واقعا چرت و پرت میگه. یعنی مثلا تراویس اسکات توی یکی از بهترین مثلا آرتیستای اونور داره همچین حرفی رو میزنه که اصلا نامفهومه، ولی ماها چون ایرانی‌ها فاز اینو داریم که اون خارجی نمیفهمیم چی میگه میگیم آو چقدر خفن صحبت میکنه. بعد حالا یکی مثلا اونو فارسی و میاد یه جور دیگه مثلا تو همون سبک میخونه، نگاه کن کشور ما رو نگاه کن آرتیستای ما چجوریه. الکی همه چی رو ربط ندیم. این خودش یه هنره. من نمیدونم چرا بعضیا نمیفهمن. اگه نمیفهمی خیلی نفهمی. برو درست کن بفهمی. بذاری من یه مقدار آرومتر باشم. اگه میخوای واقعا آدمی هستی که فکر میکنی مثلا بعد به روز باشی و نمیدونم چیزای جدید بفهمی و نمیدونم راجع به مسائل درست حسابی مثلا اطلاعات داشته باشی و به روز باشی و بگی خب خارجا فلان کردن بس شاید یه دلیلی داره، فقط اینطوری نباشی که بگی که مرغ همسایه قازه، اون موقع میفهمی که مثلا
یه کارایی هم خودمون میتونیم کنیم. بس در نتیجه من میخوام یه حرفی بزنم، همه چی رو برای اونا نخوایم، خودمونم وقتی انجام میدیم لذت ببریم و استفاده کنیم و تشویق کنیم. ما چون یاد گرفتیم کلا تا زمانی که یه نفر نیستش و فراموش میشه یادش کنیم و تشویقش کنیم. دورچی هم متاسفانه به خاطر کشور زیبایی که داریم، حالا کشور که نه مسئله دیگه ایه، بابت آهنگ که داد و ترند شدش رفتش زندان. خوشحالم که الان دارم ویدیو رو ضبط میکنم برگشته از زندان و آزاد شده. اینم جرم حالا کار کردن تو ایرانه دیگه، ولی به هر حال خوشحالم براش که بعد اون همه حالا ترکای خفنی که دادش و کسی نمیشناختتش و خیلی شاید مسخرش میکردن، الان یه فردی هستش که دیگه فکر کنم بریم دم کوچه هم ببینی که یکی داره مثلا توی ماشینش پلی میکنه یا تو مغازش آهنگشو گذاشته. همین، خیلی عشقید. تا ویدیو بعد، بدرود.